لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه يا من عصيت الله. الغیبت اشد من الزنا. جناب حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند غیبت از زنا کردن و از همه چیز شدیدتر و بدتر می باشد، زیرا در همه حال با برادران مسلمان دوستی می کنی. دوستی را در قلب از قلب در زبان داشته باش، زیرا از غیبت اجتناب بورزید. با شما از جمله نصایح بزرگان را زیر نظر می گیریم. غیبت از نظر فرشتگان. حضرت مجاهد فرموده است وقتی انسان برادرش را به نیکی یاد کند، فرشتگان هم نشین می گویند پروردگار به تو این صفت را عنایت کند، و وقتی به بدی یاد می کند می گویند تو بدی برادرت را بیان کردی، پروردگار را شکر کن، یاد بکن پروردگارت را که بر بدیهایت پرده کشیده. پس در همه حال شکر بکن، در همه حال شکر بکن، زیرا در بعضی اوقات مسلمان اشتباه می کند. دیدی برادرت در اشتباه بود، عیوب وی را بپوشان، زیرا حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی عیب کسی را بپوشاند الله تعالی عیوب وی را در آخرت می پوشاند. چه دین با سخاوت و چه دین رحمت و چه دین با محبت این اسلام نازنین. جروح من جفون النازفات تشيع بالعيون الباكيات فصبرا ثم صبرا ثم صبرا على تلك الرزايا المفجعات وفود الموت تدفع